در دور ناحیوی آزمون صاحب شدن به کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در ناحیه وخش برگزار گردید، غالبان دور مکتبی شرکت ورزیدند. ضمن افتتاح چاره‌بینی تأکید کرده شد که به خاطر دستگیری و تربیت متخصصان آینده هنوز از سال 1997 این جانب کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی از ناحیه های دوردست مملکت بیشتر امتیاز دارند که در همین گونه سبقت ها شرکت ورزیده سزاوار نام پرشرف دانشجو گردند. ما جوانان دورانی صاحب استقلال خوشحال از آن هستیم که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهر ما جوانان دستگیری های خیلی زیاد میکنند. امروز من در دوره ناحیوی آزمون کوتای پرزیدنتی اشتراک کرده ایستادم و باوری دارم که سزاوار جای نمایان میگردم. طور معلوم گردید هر سال در ناحیه وخش از 20 تا 25 نفر طبق کوتای پرزیدنتی مؤسسه های تحصیلات عالی را ختم کرده در پیشبرد سمت های گوناگون خواجگی خلق حصه ارزنده میگذارند. هدف اساسی تأسیس کوتای پرزیدنتی بیشک آماده کردن کادرهای ارزنده در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی دانسته می شود. داوطلبان ناحیه وخش از آن اظهار سپاسگزاری می کنند که کوتای پرزیدنتی برای آنها وسیله و امتیاز عالی جهت داخل شدن به مؤسسه های تحصیلات عالی مملکت می باشد. می‌خواستم مینداری خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رسانم که برای ما خوانندگان امروزها چنین امتیازها و چنین آزمونها را راه اندازی نموده است که ما خوانندگان میتوانیم با واسطه دانش و ملکه خود با این آزمونها دانش و مهارت خود را صیقل دهیم، بسنجیم و در آزمونها موفق شویم. من نیز آرزو داشتم که در کوتای پرزیدنتی اشتراک نمایم و موفق گردم. آزمون کوتای پرزیدنتی راه اندازی شده است. میخواهم دانش خود را بسنجم و در آن موفق شوم. طور معلوم گردید در ناحیه وخش بیشتر به خوانندگان امکانیت داده می شود که دانش و لیاقت خوب دارند و از روی نداشتن شرایط یا امکانات پرداخت شرطنامه از ادامه تحصیلات عالی دست می کشیدند. اکنون کوتای پرزیدنتی امکانیت بیشتری صاحب شدن به نام پرشرف دانشجویی را برای آنها مهیا می کند.